سلام بچه‌ها، چطورید؟ مدان هستم. به اولین ویدیوی کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. 10 کانال برتر سیزن جدید براتون آوردم و امیدوارم که لذت ببرید. قبل از هر چیزی کانال رو دنبال کنید، لایک کنید و زنگوله رو به صدا درارید. برو بریم. گان اول، پیسکیپر. این گان این سیزن به شدت باف شده و حتما پیشنهاد میکنم از این گان استفاده کنید. اینم اتچمنت. گان دوم، رام 7. این گان به شدت برای فایت های نزدیک خوبه و این سیزن خیلی باف شده و اینم اتچمنت خدمت شما. گان سوم، مکتن. این گان هم هیپ فایرش خوبه و هم ایمش و این اتچمنت رو وردارید به انمی ها رو درو کنید. گان چهارم، کیارم. اگه شاتگان باز هستید حتما این اتچمنت رو برای کیارم وردارید. گان پنجم، سویچ گان. این گان هم برای فایت های نزدیک بسیار خوبه و حتما پیشنهاد میکنم استفاده کنید و اینم اتچمنت خدمت شما. گان ششم، پیپی 19. این گان به شدت خوب شده این سیزن، خیلی باف شده و اینم اتچمنت خدمت شما. و میرسیم به سراغ اسنایپر. اولین اسنایپ، لوکاس. این لوکاس این سیزن خوب شده و بهترین اتچمنتش همینی که براتون گذاشتمه و وردارید قشنگ بازی کنید. اسنایپ بعدی، DLQ این سیزن هم فرقی نکرده و این اتچمنت برای زیلاته. اگر این اتچمنت زیاده، اگر دیل معمولی دارید اینو بهش اضافه کنید و این اتچمنت برای اونایی که زیلات ندارنه و این اتچمنت برای اونایی که زیلات دارن. و اسنایپر بعدی HDR این سیزن خیلی تیر زدن پشت سرمش کم شده. مثلا وقتی یه تیر رو میزنی چند ثانیه میکشه تا بخوای تیر بعدی رو بزنی و اصلا پیشنهاد نمیکنم برای فایت نزدیک. برای فایت دور هست که چند ثانیه وقتی تیر میزنی اینو بکشه که دوباره تیر بزنه و من در فایت نزدیک پیشنهاد نمیکنم و اینم اتچمنتش. و گان آخر، MX9. این گان به شدت این سیزن عالی شده و حتما پیشنهاد میکنم این گان رو بردارید. بهترین اتچمنتش رو براتون گذاشتم و اینه. خب این بود 10 گان برتر ما و بریم گیم پلی رو نشونتون بدم. خب اومدیم برای تست کردن گانا. برو بریم. خب خب بریم برای گان دوم، رام 7. این گان برای فایت نزدیک خیلی خوبه. بریم تست کنیم. خب دیگه کجا اینش؟
این برای فایت نزدیک خیلی خوبه و حتما پیشنهاد میکنم. خب بریم گان سوم مکتن. خب بریم گان پنجم که یارن گان نه یعنی شاتگان. یه مقدار به بعد وان شات کنه خیلی خوبه این اتچمنته، حتما تست کنید. خب میریم سراغ گان پنجم سویچ گان. خب اوه بعدیش اینه که تیرش کنه، همه چی شوکیه، میتونی یه خشاب روش بندازی. خب میریم سراغ گان شیشم PP 19. خب بریم گان هفتم لوکاس یعنی اسنا. تا اینجا که کار عالی بود. خب این سراغ اسنایپ برای DLQ و زیلا. HDR هفت بریم سراغ HDR. خب چون دستمون شد HDR رو و گان آخری MX9 رو براتون میرم روی این حالت
اجرا میکنم. خب برو بریم. خب اچیا برای فایت نزدیک خوب نیست، چون که الان مثلا من اینو زدم بخوام بیام بزنم طول میکشه تا این چیزو چون میکنم. مثلا من اینو زدم یکی بغلمه بخوام بزنم طول میکشه. مثلا اینو زدم اینقدر چند ثانیه میکشه تا اینو بزنم. اینجوریه. و این اتچمنتش هم خیلی خوبه، اسکوپش خیلی روون باز میشه. خب حالا آخرین گانو MX9 رو براتون تست میزنیم. خب اینم از MX9. اینم هدشات 33 تا دمیج میده، 30 تا شکم، پام 21. خب اینم از 10 گانه برتر سیزن جدید. امیدوارم که لذت کامل رو برده باشید و تا ویدیو بعدی فعلا.